خیلی تیزهوش بود، خیلی نکات. این مسئله بروز یک جریان به ظاهر مذهبی متمایل به یکی از فرقه ها و علیه مقاومت رو ایشون مدت ها قبل پیش بینی کرد، اومد به من گفت که اون چیزی که من دارم میبینم در وضع دنیای اسلام و اسم آورد از بعضی از کشورها، یک جریانی داره به وجود میاد. بعد از مدتی داعش به وجود آمد. آدم با درایتی بود، آدم با هوشی بود. در اداره اموری که ارتباط با کشورها داشت و او در اونها دخیل بود، با کمال عقل رفتار میکرد. عقل و درایت، این رو بنده کاملا حس میکردم. خب ما دائما در حال ارتباط بودیم در مسائل گوناگون، با درایت بود. این هم یکی از خصوصیات ایرانی است، یکی از خصوصیات داشته‌های فرهنگی ما ملت ایرانه. از طرفی روحیه فداکاری و نودوستی داشت، یعنی براش این ملت و اون ملت و اینها نبود، نودوست بود. واقعا حالت فداکاری برای همه داشت. از طرفی اهل معنویت و اخلاص و آخرت جویی بود، واقعا معنوی بود، واقعا اهل معنا و اهل اخلاص بود و اهل تظاهر نبود. خب اینا مجموعه مکارم اخلاقه، اینا مکارم با ارزشیست. خب اینو مردم دیدن دیگه، این تبلور پیدا کرد در این آدم.